ما تیم اتحاد و همبستگی زنان افغانستان گرد هم آمده ایم تا با خرید و آماده ساختن لباس زمستانی دست فقرا و مهاجرین را بگیریم تا ثابت بسازیم که ما بر علاوه دادخواهی بر روی خیابان و فکر هموطن خود نیز هستیم. فعلا به علت مسائل امنیتی که امروز برای زنان متعرض پیش آمده است، نحوه دادخواهی خود را تغییر داده ایم و از تاجران، امارت طالبان و هموطنان داخل و خارج از کشور خواهانیم تا به مهاجرین و فقرا توجه کنند، زیرا سرمای زمستان رسیده است. باید لباسی که داشتیم میخوایم کمک کنیم و ما از تجارهای خودم میخوایم که استرس هم بکنن اصلا به این مردم فقیر و مردم مهاجر ما که از ولایات آمدن اینجا به کمک نیاز دارن. لطفا کمک کنید، دست هم بدین. از یک جور لباس داشتیم که دفعالا خلطوس استفاده نمیکنید. لطفا مردم ما را تقسیم کنید. امارات و تجارای ما میخوایم که بر از اینا کمک نقدی کنن. اینا سوخت زمستان کار دارن، زیر خیمه هستن، لباس ندارن. همیال به خاطر یک دونه لباس اینا تا کجا از پشت ما دویدن. خواهشان از جانشان خواهش میکنم که به خاطر از یک فال فقرا، از کسایی که بیرون از ولایت ها آمدن اینجا و به خاطر یک لباس دویدن برشان همکاری کنن، سوخت زمستانی بیارن و یگان پول نقدی کمک کنن که اینا خوراکه ندارن، هیچ چیز ندارن. و خود درش ببین اشکای در میاد ما مدت واقعا جای تاسف هست. واقعا قلب آدم به درد میاد به خاطر یک جور لباس اینا قسم از پشت موتر میدویدن که واقعا قلب آدم در میگیره. لطفا دوستان، هر آن کسیتون که هرچی از دستتون کمک میآید